صبح 13 اپریل سال 2023 جسد بنفشه رجبوف جوانزن 30 ساله مادر سه فرزند را در خانه شوهرش در دهه مرغیدر در پنجکند حلقه دور در گردن پیدا کردند. پدر و مادر و برادر بنفشه در روسیه بودند. شوهر او محیدین صبح 13 اپریل بعد از حلقه دور بیرون آوردن جسد بنفشه به پدر عروسش که تقویش هم است زنگ زده خبر داد است که بیاید دخترتان خودش را آویخت. پدر و مادر بنفشه که در شهر دمدیده و در کنار شهر مسکو روسیه کار و زندگی میکردند خود را به فرودگاه رسانده ساعت 12 به پرواز مسکو دوشنبه چپته گرفتند و شام 13 اپریل خود را به پنجکند رساندند. ولی جسد بنفشه را الکی همان روز تشخیص کرده تا آمدن پدر و مادرش در آرامگاه مرغیدر به خاک سپریده بودند. طرف شوهرش اصرار می‌ورزد که او خودکشی کرده است و تشخیص نیز به همین خلاصه رسیده است که بنفشه رجبوف در نتیجه حلق‌آویز کردن خود جان داده است. اما آنهایی که جسد را پیش از دفن دیدند به خویشاوندان بنفشه گفتند که به نتیجه تشخیص و سخنان طرف شوهر باور نکنند، چون که در گردن او پای دست دیده میشد و این از آن گواهی میدهد که بنفشه را بوغی کرده کشتند. خویشاوندانش میگویند که حالا والدین بنفشه تلاش دارند تا قضیه مرگ او موشکافانه تحقیق شود و خوشدامن و شوهر بنفشه باید حداقل برای تا به خودکشی رساندن او جزا بینند. به گفته نزدیکان بنفشه او تا 1 سال پیش که همراه خوشدامنش میزیست زیر ستم مادر شوهر که برای او حمام بود قرار داشت. همین طور او به نزدیکانش پیوسته از شوهرش شکایت میکرد که با هر بهانه روزش را سیاه میکند، میزند و اذیتش میدهد. یکی از خویشاوندان بنفشه روز 25 اپریل در صحبت با بامداد گفت از بس که پدر و مادر و قریب همه اهل عائله بنفشه در روسیه هستند، او چند وقت پیش در تلفنش برنامه واتساپ میکشاید تا که گاه با پدر و مادر و برادرانش صحبت کرده غم دلش را برآورد. بار آخر روز 7 اپریل یعنی 6 روز پیش از مرگش به مادرش به روسیه زنگ زده شکوه کرده است که شوهرش برای به اجازت وی کشودن برنامه واتساپ تهدیدش کرده است که او را میکشد. این آخرین تماس او با اهل عائله‌اش بود. بعد آن چندین بار زنگش زدند ولی گوشی را نبرداشته است. صبح 13 اپریل ساعت 7 شوهرش زنگ زده گفت که بیایید مرده‌اش را گیرید. در این بین چه گذشت کسی نمیداند. از بنفشه 3 فرزند خردسال، 2 دختر و 1 پسر یتیم ماند. محبت که صنف دوم میخواند، فرشته که 4 سال دارد و پسر یگانه‌اش صدرالدین که مگی 2.5 ساله است. بنفشه رجبوف و سال تولدش 1993 سال 2012 به پسر عمش محیدین به شفر برآمد. مقصد خودها که یکی و خواهر بودند دیگر باره مستحکم کردن رشته های خویش و تباری با ازدواج فرزندانشان بود. ولی مرگ فوجوی بنفشه یقینا رشته های خویش و تباری این یکی و خواهر را دیگر برای عمر بود کند.